جنگ در یک گوشه ولایت ختلان و در رزمایشگاه حرب میدان که چندان دور از مرز افغانستان جایگیر است. در اینجا نیروهای تاجیکستان و روسیه با دشمنی تخیلی می جنگند که گویا از آن طرف مرز گذشته است. مشق‌های نظامی مشترک روز 18 اپریل به پایان رسید و ویدیوهای آن را وزارت دفاع روسیه نشر کرد. تاجیکستان با افغانستان که یک حلقه گروهی داعش آنجا پناه برده است 1300 کیلومتر مرز دارد. از همین گروه مسئولیت حمله به تالار کنسرتی کروکوس در نزدیکی مسکو را بر عهده گرفت که در آن 144 نفر کشته شدند. در جریان رزمایش مشترک نیروهای دو کشور از اسلحه و مهمات جنگی گوناگون استفاده بردند. سر از چرخبال‌های جنگی تا به درون‌های خرد قاتل که حالا در جنگ‌های معاصر وسیع استفاده می‌شوند. و قول فرماندهان روس در این رزمایش تجربه‌هایی را که در جنگ اوکراین برداشتند به کار بردند. با نظرداشت تجربه‌های برداشته از جنگ‌های معاصر، هنگام اجرای وظیفه‌ها در تمرین‌ها اهمیت زیاد به اصول و شیوه‌های نو و وسایل نوی مبارزه مسلحانه داده شد. فرماندهان روس گفتند که هنگام تمرین‌ها دشمن رمزی که تروریستان و گروه‌های مسلح بودند نابود کرده شدند. تاجیکستان و روسیه عضو سازمان پیمان امنیتی دستجمعی هستند و تاجیکستان میزبان یک پایگاه عظیم نظامی روسیه است. به نوشته خبرگزاری رویترز، مشق‌های نظامی مشترک اهمیت دادن دو طرف به همکاری‌های نظامی را نشان داد، اگرچه حمله تروریستی کروکوس خطر تیره شدن رابطه‌های دو طرف را به وجود آورد. اکثریت متهمان بازداشت شده به حمله شهروندان تاجیکستان هستند، هرچند روسیه ادعا دارد که در پس تیراندازی در کروکوس نیروهای مخصوص اوکراین می ایستند. کیف این ادعا را رد کرده است. مقامات تاجیکستان هم چند پیش ادعای یک مقامات بلندپای امنیتی روسیه را رد کردند که گفت سفارت اوکراین در تاجیکستان مشغول کرا کردن زرخرید برای جنگ به ضد روسیه است.